در یک نشست در شهر دوشنبه تهدیدهای امنیتی به آسیای مرکزی از جمله سرایت نوامنی از افغانستان به تاجیکستان بررسی شد. در این همایش که روز 25 دکبر در مرکز مطالعات استراتژی تاجیکستان صورت گرفت، کارشناسان، دیپلمات‌های خارجی و مقامات شرکت داشتند و گفتند ممکن است در آینده اوضاع در افغانستان بدتر شود. فعال شدن گروه افراطگرای دولت اسلامی، فعالتر شدن طالبان در افغانستان این نگرانی ها را به وجود آورده است که ممکن است نیروهای دولتی افغانستان دیگر نتوانند و گروه های تندرو مقاومت کنند. از جمله قاسم شاه اسکندرов کارشناس تاجیک در نشست گفت افغانستان را بهار خونین در پیش است. دولت افغانستان میگوید ارتش کشور توانایی مقاومت با هر گونه گروه های تندرو و خرابکار را دارد. همکاران ما در دوشنبه زرنگیز نوروزشاه و امید نظر در این باره با قاسم شاه اسکندرov صحبت کردند. چیزی نگران کننده که در افغانستان و در منطقه دیده میشد از فعال گردیدن گروه داعش است در افغانستان. حاضر ما میبینیم که قسمت‌های وسیع شرق افغانستان را این گروه زیر نظارت دارد و در این روزهای اخیر رادیوی اینها برای تبلیغات گسترده در بین مردم افغانستان رادیوی اینها هم به کار درآمد با نام صدای خلافت است که در اینجا تبلیغ میکند در ولایت ننگرهار و در بین جوانان نفوذ پیدا کرده است و از قسمت شرق افغانستان اگر ما وابسته به تهدید این به تاجیکستان و آسیای مرکزی ما اگر نظر بندازیم، از ولایت ننگرهار از قسمت از طریق لغمان و نورستان اینها به بدخشان ما راه‌های وجود دارند که میتونن که این گروه ها به ولایت بدخشان و از اونجا به قسمت های دیگری افغانستان، شمال افغانستان و بدخشان تاجیکستان البته سرایت کنند که یک خطر است که وابسته به اهدافی که این سازمان با نام دولت اسلامی دارد. البته در دراز مدت میتواند که تاجیکستان ما را هم که مرز بسیار طولانی با افغانستان داریم زیر تهدید قرار دهد. تشکر. منظورتون از بهار خونین در افغانستان چی بود؟ بله، بسیار رهبران سیاسی افغانستان، کارشناسان افغانستان پیشگویی میکنند که بهار امسال یعنی سال آینده بهار خونین برای افغانستان خواهد بود، چون که اصلا به طور عنعنوی طالبان هم که یا که در دورش مجاهدان که در افغانستان فعالیت داشتند، دوره فعالیت اینها همیشه بهار بود. بعضی هم که زمستان تمام میشد، اینها که در کوهستان ها هستند فعالیت ها میبرند، راه ها هم باز میشن، فعالیت ها اینا گسترده تر میشن و این سال هم وابسته به آن که آمادگی های زیادی از طرف داعش و از طرف طالبان و دیگر گروه های اکستریمیستی به نظر میرسد، چون پیشگویی ها میشود که بهار امسال بهار خونین خواهد بود و چون پیشگویی میشود که وابسته به نقشه هایی که این سازمان ها دارند که در قسمت شمال افغانستان هم پایگاه ها یا که مرکز های ساخته می شوند تا در فصل زمستان تا که در فصل بهار از این مرکز ها برای بثبات کردن قسمت شمال افغانستان و در آینده ها قسمت های آسیای میانه اینها استفاده شوند. من همیشه تاکید میکنم که با همه کاری که ما انجام میتیم، حکومت ما انجام میتید، البته تا اون وقتی که در افغانستان بی‌ثباتی هست، جنگ است، نارامی است و افغانستان به مرکز تجمع گروه های تروریستی تبدیل است، ما در امان نمیمونیم. حتما اینها سرایت میکنن، این گروه ها از نگاه ایدئولوژی، از نگاه به کار انداختن بعضی از عملیات های دیگری تروریستی و غیره، حتما اینها سرایت میکنن. بنابراین این است که بعد همه دولت ها کوشش کنند که راه صلح، راه مذاکره، راهی از این وضعیت برآوردن افغانستان و به طرز صلح‌آمیز حل کردن قضیه افغانستان را فکر کنند.